عبدالجان لبن هم یک سوال به شما میگم بتیم خجالت میکشم. بفرما برادرم. چرا؟ برادرم به همین روز جوانید موی سرتان سفید شده. این پاسخ سوال شما را من میخواهم که از زبان شیرین حضرت عمر رضی الله عنه به شما بگم. خب عمر رضی الله عنه به نفری گفت که هر روز آمده مرا از مرگم آگاه بکن تا نفس دنیایی مرا غافلگیر نکند. روزی از روزها در موی سرش یک تار سفید دید و هنگامی که او فرد آمده آگاهش میکرد گفت از این جانب میتوانی که آگاه هم نکنی، زیرا امروز در موی سرم یک تار سفید دیدم که خود آگاهی از مرگ میدهد. شاعرم در این مورد خوب گفته که ای دل تو دویدی و دویدی بس کن، در موی سرت سفیدی دیدی بس کن. هرچند دویدی از پی لاله‌رخان، از لاله‌رخان چیزی ندیدی بس کن. بعضی از فردای ما یک تاری مونه کلا موی سرش سفید شده باشه دست از زنا و فحشا بر نمیداره. بله. باز میگوید که شرم نداشته که دلم یاش از 100 گل یک گلم نشکفته است، ای خاک بر سر امو گل آخر. پری طاووس عزیز است به کرگس نرسد، عقل هم چیز شریف است به هر کس نرسد. این موی سر سفید برادرم آگاهی از مرگ میدهد، گفت عمر فاروق. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق.